بچه‌ها سلام، خوش اومدید به پیج فورفان. بچه‌ها امروز اومدیم زمین فوتبال. برای اینکه وقتتون رو نگیرم یه راست بریم سراغ چالش. برو بریم. خب بچه‌ها، ما 3 نقطه شوت زنی با فاصله‌های مختلف با دروازه برای خودمون انتخاب کردیم که هر فاصله یک جایزه برای خودش اختصاص داده. خب فاصله شوت زنی شخص اول با دروازه در نقطه اول 4 متر، در نقطه دوم فاصله به 7 متر و در نقطه سوم فاصله به 12 متر میرسه. خب اگه بخواید درجه سختی این نقاط شوت زنی رو بررسی کنیم، نقطه اول آسونه، نقطه دوم متوسط و نقطه سوم سخت. حالا بریم ببینیم این نقاط چه جایزه هایی داره. نقطه اول تنها ورودی بازیه. اگر بتونید نقطه اول رو پاس کنید به نقطه دوم هدایت میشید. نقطه دوم 100,000 تومان جایزه به خودش اختصاص داده و نقطه سوم یک دستگاه لپتاپ مکبوک پرو. خب چالش هم توضیح دادیم و بریم سراغ بازی. برو بریم. امروز داریم مکبوک میدیم به خودمون. برو بریم. خب الان ما بازی رو میخوایم شروع کنیم. من دروازه‌بان و ما اول بزنه. بریم ببینیم چی میشه. این الان ورودیه حاجی. چیکار کنم؟ گل. من ورود کردم. میتونم یا نه؟ چالش اولمون. رفت گل. حست راجع به اینکه ضربه اول گل کردی و گل خوردی چی؟ مساوی منو میگه. مساوی. چالش دو. امیرعلی اگه اینو بزنه تو گل 100,000 تومان برنده میشه. همین الان 100 تومان از زمان که گل میشه. همین الان 100 تومان بهت میده. از زمان که گل میتونم. بابا اصلا چه جوری گل وای میسن این بی‌ناموس. چالش دو منم. برو بریم. 100 تومن نمیبرم. نظرم 100 تومن نمیبرم. راجع به اینکه 100 تومن قبل ببرم. نظرم بهت میدم. هر جور راحتی. نزدی 100 تومن برنده شدم. ان شاءالله که 100 تومن میوازه. آخرین فرصت منه. این آخریشه. نزنم باید 100,000 تومان بدم به امیرعلی. برو قبول بریم. نیست. ما نوک پا تیز میزنه. من با بغل پا میشوتم. قبول نیست. ما نوک پا تیز میزنه. هم با بغل پا میشودم. بغل پا. یه بغل پا. با بغل پا زدم تو گل. چالش سوم برنده شدن مکبوکه. باورتون چالش 3 از اینجا که وای میسیم گلر تا اونجا چالش سوم با بزنه تو گل. اگه بزنی تو گل مکبوک پرو رو برنده میشه و تموم. چالش 3 اما خدا کیه؟ خیر برکت دوستی. عمرن وای تیر رو نگاه کن. امیرعلی رید. تیر رو زنگ میگه. 2 تا فرصت دارم بزنم تو گل برای مکبوک. برو بریم. در نوشته این جدایی از اینو میدی؟ وای گرفتم. وای بابانده مکبوکو میاره. بابا بس کرده واقعا بزنه نمیتونی برده. میگی ماشین. چارچوب بزن. وای واقعا خب چالشمون به پایان رسید. بردم دستت درد نکنه آقا. بردم. وای 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 بار میدای من کوش. لیاقت تو بیشتر بود ولی شانس ما بهتره. بازش کن که بچه من چالشو باختم اصلا مهم نیست.